خب رسیدیم به قسمت سوم چالش آشنایی با پذیرفته شدگان آزمون لیسانس به پزشکی. در خدمت مهمون عزیزمون هستیم، سرکار خانم دکتر مهسا محمدطاهری هستم. خیلی ممنون. خب عرض سلام و احترام خدمت دوستانی که توی این قسمت همراهمون هستن و این چالشمون رو میبینن و اول کار خیلی تشکر میکنم از اینکه تا اینجای کار ما رو حمایت کردین و همراه ما بودین که بتونیم این چالش رو واسه کمک به شما، واسه اینکه بتونیم بیشتر با این مسیر آشنا بشین براتون تهیه کنیم و شما رو با این مسیر بیشتر آشنا کنیم. مهمون ویژه قسمت سوممون فردی هستن که حالا تونستن دوره 17 آزمون لیسانس پزشکی رو با موفقیت پشت سر بذارن. سرکار خانم دکتر مهسا محمدطاهری و سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام خدمت شما، خوب هستین؟ دعوتمون رو قبول کردین، خیلی ممنونم، مرسی. حالا اول کار خودتون رو معرفی کنین و حالا که بچه‌ها باهاتون آشنا بشن. مهسا محمدطاهری هستم، پذیرفته شده دوره 17 آزمون کارشناسی به پزشکی و خب من بار دوم بود که آزمون میدادم و تونستم امسال قبول بشم. بسیار عالی. حالا خیلی تبریک میگم که تونستین حالا محکم و قوی بمونین که سال دوم برسین و بتونین که از پس این آزمون بر بیاین. و شما کدوم دانشگاه بودین و رشته‌تون چی بود؟ بله، فارغ التحصیل کارشناسی بیهوشی بودم از دانشگاه شهید بهشتی. بسیار تمام. خب حالا بریم سراغ سوالاتی که حالا شما از ما پرسیدین و ما از مهمانانمون خواهیم پرسید و بریم سراغ سوال اول. سوال اولی که حالا بچه‌ها خیلی پرسیدن اینه که حالا چقدر برای هر درس تایم میذاشتین و در طول روز چقدر وقت میذاشتین واسه خوندن درس‌ها و کلاً بازه مطالعه‌تون چقدر بود؟ بله. خب من چون یک بار تجربه شرکت توی این آزمون رو داشتم، سال اول سالی بود که من دانشجو بودم، همزمان با اینکه حالا دانشگاه میرفتم درس میخوندم. اما سال دوم باز من یه چالش‌های دیگه‌ای داشتم، یعنی من طرح میرفتم به خاطر شرایط سنیم، طرح شروع کرده بودم. 6 ماه اول آقای دکتر من همزمان با طرح درس میخوندم که خب این تایم زمانی من خیلی محدود کرده بود. اما 6 ماه دوم آزمون، یعنی از 20 دی دقیقاً به حالا تا تیر ماه، من خب تایمم آزاد بود، یعنی توقف طرح زدم و توی خونه بودم و تقریبا شاید مثلا دیگه 8 ساعت 9 ساعت رو مفید درس میخوندم. ولی خب اون تایمایی که من طرح بودم نه، تایمم خیلی محدود بود، شاید مثلا 4 ساعت یا 5 ساعت نهایت در طول روز، روزایی که لانگ بودم. و خب روزایی که آف بودم باز شرایطم متفاوت بود. بسیار عالی. حالا قابل توجه دوستانی که حالا میگن همراه طرح نمیشه درس خوند و اینجور چیزها، میدونم حالا شرایط طرح یه خورده سخته قطعا و شما قطعا بیشتر از من این رو درک میکنین چون حالا خودتون طرح رو رفتین و میدونین شرایطش رو. ولی خب حالا اون آخرای کار که آدم حالا نزدیک آزمون میشه قطعا توصیه میشه که یه خورده تایمش رو خالی بکنه که آره واقعا برسونه، چون اون ماهای آخر همراه با حالا کار کردن طرح رفتن یه خورده واسه آدم سخت میشه که بتونه حالا از پس آزمون بر بیاد. و اینکه حالا شما واسه درس‌های آزمون که از این طرف حجمشون خیلی زیاده، خیلی مطالب فراری هستن و آدم طوریه که از این ور میخونه از اون ور یادش میره و این شاید وجود داره واسه درس‌ها. چطوری خلاصه می‌نوشتیم واسه این حجم زیاد درس‌ها؟ آقای دکتر، اولا که من بگم که خب خلاصه نویسی بر بچه‌های مختلف خیلی متفاوته. اول بستگی به زمان اون فرد تا آزمون داره. یه نفر می‌بینید خب واقعا 2-3 سال تا آزمون زمان داره، من به یه شخص میگم آره خب خلاصه نویسی خیلی خوبه، ولی برای زمانی که شما حداقل 2 بار 3 بار منابع رو خونده باشی، به یه تسلطی رسیده باشی که الان بتونی یه خلاصه واقعا بنویسی، نه اینکه شروع کنی از اول بنوشتن که بله یه حجم خیلی زیادی رو دور خودت جمع بکنی. این اشتباه. همین الان دوست دارم حالا به بچه‌ها بگم و روش خلاصه نویسی اینه، شما با تسلط کامل بیای یه سری نمودار بکشی برای خودت، یه سری جدول بکشی و مطالب رو به خلاصه ترین حالت ممکن بنویسی، که البته اینم برای فردی هست که میگم تایم خیلی خوبی تا روز آزمون داره. اما برای حالا مثلا یه فردی مثل خود من که هم طرح میرفتم و همین که حالا شرایط دیگه ای داشتم که اصلا ته 6 ماه برای من مونده بود که بتونم مفید درس بخونم، اصلا برای همچین فردی خلاصه نویسی توصیه نمیشه و من بهشون توصیه میکنم حالا از منابع خلاصه تر استفاده کنم. بسیار عالی.
آره خیلی از بچه‌ها هستن که حالا میان همون دور اول شروع میکنن همراه درس خوندن، خلاصه هم می‌نویسن. آخر کار که درس تموم میشه میبینن که 2 تا منبع دارن. بله درسته، اصلا اشتباهه. خودشون نوشتن، یه منبعی هم که حالا خود تو دستشون مونده و نمیدونن که با اون حجم سنگین چیکار کنن. و اینکه شما تست زدن رو از چه زمانی آغاز کردین؟ میدونید که تست زدن خیلی مهمه. آدم واسه اینکه بتونه یه خلاصه خوبم بنویسه اول باید بره یه خورده تست بزنه با اون قسمت‌هایی که حالا سوال خیزن، حالا قسمت‌هایی که تکرار میشن تو آزمون آشنا بشه، بعدش بیاد حالا خلاصه نویسی بکنه. من تست زدن رو هم سال اول هم سال دوم تو تمام این شرایط من انجام میدادم با هر مبحثی که میخوندم و خب تست یه بخش جدا نشدنی از درس خوندن من بود. ولی خب قبل از اون هم تو دوره‌ای که دانشجو بودم، حالا من در ادامه صحبتام میگم چون یه پایه‌مو سعی می‌کردم قوی بکنم درس بخونم، حالا شاید مثلا 1 سال باز قبل‌تر از اینا من تست زدن رو شروع کرده بودم که حالا مخصوصا برای درس‌های ماژور که متوجه بشم مثلا چی به چیه، کدوم قسمت‌ها مهم‌تره و من اینا رو به واسطه تست شاید بیشتر درک می‌کردم. بعد از کی شروع، یعنی از اول کار تستم شروع کردم؟ بله از همون اول من تست رو میزدم، حتی با اینکه مثلا خیلی وقتا ایراد داشتم، مثلا متوجه نبودم که شاید اون اوایل اصلا مثلا میگم یه مبحثی از آناتومی داره چی میگه، ولی من تستش رو میزدم که خودم به چالش بکشم، ببینم مثلا خب قراره با چه سوالایی مواجه بشم، دید طراحا چی بوده تا الان. آره دقیقاً. رو تست زدن مبحث خیلی مهمیه. حالا قبلا هم گفته بودم این آزمون کلا 2 تا راه موفقیت داره، یکیش مرور کردن، یکیش تست زدن. این 2 تا رو یه فردی بتونه به صورت درست و منطقی و اصولی پیش ببره و بتونه اینها رو به درستی مدیریت کنه و به درستی انجامش بده، قطعا میتونه که از پس آزمون بر بیاد. 100%. و اینکه میدونین حالا حجم درس‌ها زیادن و یه خورده فراموشی زیاده و خیلی از بچه‌ها گلایه میکنن که آقا ما درس‌ها رو از این ور میخونیم از اون ور یادمون میره. آره و یه همچین مشکلاتی دارن، به خصوص تو اولای کار که تازه شروع کردن. شما حالا با این قضیه فراموشی که حالا یه چیز طبیعیه چیکار می‌کردین؟ من خب برای فراموشی اولین توصیه‌ام به بچه‌ها این هستش که مرورهاشون باید خیلی منسجم باشه، خیلی دقیق باشه. یعنی زمانی که یه درسی رو میخونن میرن درس بعد، اون درس رو ول نکنن تا دور بعدی که دوباره برگردن از اول کتابا رو شروع کنن. این اشتباهه. تا آخر مسیر باید اون درسایی که از اول شروع کردن و کم کم تو حجمای کوتاه به شکل منسجم با برنامه‌ریزی درست توی حالا بازه‌هاشون قرار بدن و هی مرور بکنن. یعنی میتونم بگم تنها راهی که یعنی فراموشی که هیچ وقت به صفر نمیرسه ولی لااقل کمش بکنن همین مروراست. آره من حالا با هر کسی صحبت کردم، یعنی این مبحث مرورای زمانبندی شده، یعنی هر کسی که قبول شده تونسته این مرورای زمانبندی شده رو انجام بده و واقعا قبول شدن تو این آزمون به نظر خود من یکی از ساده ترین کارهایی که یه فرد میتونه انجام بده اگر به مسیر درستش پیش رفته باشه و این رو کسی که قبول شده اون میدونه و کسی که حالا یه سری ایرادات داشته، یه سری مشکلات داشته توی درس خوندنش، هی دنبال بهونه است که آقا آزمون سخته، نمیدونم نمیشه، همچین چیزایی. ولی خب با مسیر درستش پیش بری مطمئنا میتونی که به این جایگاه هم برسی. و اینکه حالا شما قطعا یه سری منابع رو خوندین، حالا نمیدونم رفرنس خوندین یا نه؟ من توی دوره‌ای که دانشجو بودم برای اینکه حالا پایم قوی تر بشه برای همه درس‌ها نه، برای یه تعداد درس‌های محدودی که حالا جز درس‌های ماژور آزمون بودن من رفرنس خوندم، اما برای من که خب دانشجو بودم و کلی تایم تا آزمون اولم داشتم، هم پایم قوی شد، همین که حالا به فهم بیشترم کمک می‌کرد. آره و رفرنس رو کلا نمیشه که حالا اون سال آخری که اصلا نه، سال آخر نمیشه و اینکه یه منبع خوب، حالا یه منبعی که خلاصه طور رفرنس نیست، چه ویژگی باید داشته باشه از نظر شما؟ از نظر من خب یه منبعی که خوب باشه برای این آزمون، اول اینکه یه پوشش لااقل 70-80% برای هر درس داشته باشه. ما نمیگیم 100% چون به نظر من هیچ منبعی 100% پوشش نداره. و اینکه مطالب رو جوری حالا توضیح داده باشه و یا خلاصه کرده باشه که بچه‌ها بتونن باش ارتباط بگیرن، اونو خوب بفهمن و راحت‌تر بتونن تستاشون رو بزنن و حالا بعد از اونم که ان شاءالله برن سراغ سوالای آزمون لیسانس پزشکی و در همه این موارد بهشون کمک بکنه. دقیقاً. خب یه بحثی هم که وجود داره، خیلی از بچه‌ها حالا اون ذهنیت کنکوری که حالا تو ذهنشون مونده به دنبال آزمایشی و حالا یه چیزایی مثل قلمچی و گاج و همچین چیزایی که آزمون برگزار می‌کردن
دنبال این جور چیزا هستن. شما حالا خودتون آزمون آزمایشی شرکت کردین؟ من حقیقت خیر، من آزمونی شرکت نکردم و تجربه خاصی در این نه تجربه خاصی در زمینه آزمون ندارم. ولی خب حالا بچه‌هایی هم که شرکت کردن رو من دیدم خوبه، ضرری نداره براشون، مخصوصا آزمونای جامع. ولی من متاسفانه نه تایمشو داشتم، حالا نه اینکه احساس نیاز می‌کردم، به خاطر همین شرکت نکردم. آره حالا آزمون آزمایشی یه چیزیه که میتونه مفید باشه، میتونه بله واسه یه سری افراد نمیشه که همه برن شرکت کنن، چون بودجه بندی‌های آزمونایی که برگزار میشه اینطوریه که مثلا اون 13 14 تا درسی که وجود داره اونها رو با هم جلو میبرن و درس خوندن به این شیوه که 13 14 تا درس رو با هم دیگه استارت بزنی، حالا اینا رو با هم جلو ببری، یه کار نشدنیه. دقیقاً. و حالا آزمون ها اگر خواستن شرکت کنن بیشتر به صورت حالا آزمون های جامع بشه، موقعی که تموم کردن حالا یه خورده منتهی. منم با جامع خیلی موافق ترم. اگر کسی بخواد شرکت بکنه به نظر من تو دوره جمع‌بندی و اون حالا آزمون جامع باشه. بحث دیگه که حالا خیلی روزها مورد پرسش قرار میگیره و خیلی از بچه‌ها به خصوص اونها که تازه کنکور دادن و حالا وارد یه رشته شدن که حالا مد نظرشون نبوده ولی خب رویای پزشک شدن دارن و میخوان که حالا یا از مسیر کنکور یا از مسیر لیسانس پزشکی اقدام کنن و به این هدفشون برسن. حالا شما توی این شرایط بودین یا اینکه چرا اصلا کنکور مجدد ندادین و اومدین سمت این آزمون؟ خب به نظر من حالا هم این آزمون هم کنکور هر کدوم حالا مزیت‌های خودشونو دارن، بچه‌ها باید خودشون تصمیم بگیرن. اما من بخوام خیلی کلی بگم، یک اینکه چه این آزمون هیچ سهمیه خاصی وجود نداره که در واقع باعث حالا بی‌عدالتی بشه و اینکه خب درسای این آزمون برای من جذاب‌تر بود. من خیلی بهتر باشون ارتباط می‌گرفتم چون درسایی بود که حالا دوره کارشناسی هم یه سری حالا اشتراکاتی با درسای من داشت. و اینکه خب من دوست نداشتم کلا برگردم به عقب، دوست داشتم مسیرم رو به جلو باشه و یه راه جدید رو تجربه کنم. ولی اینکه خب کنکورم شرایط خاص خودشو داره. الان خب یه شرایط ترمیم معدل داره، از طرفی حالا این شاید یکم برای بچه‌ها سخت‌تر باشه ولی خب درس‌های خیلی کمتری داره. الان 4 تا درس شده، درس‌های عمومی حذف شده، 4 تا اختصاصی مونده، شاید برای یه نفر راحت‌تر باشه که مثلا از اون مسیر وارد شه. در کل هر کدوم مزیت‌ها و معایب خودشون رو دارن. حالا این آزمون با همین خوبیایی که داره شاید حجم درساش یه مقدار زیاد باشه ولی خب از طرفی کسی که این آزمون رو بده و قبول بشه 100% میشه پزشکی دانشگاه تهران. ولی برای کنکور رسیدن به پزشکی دانشگاه تهران یعنی رسیدن به رتبه‌های تک رقمی و دو رقمی. خب خیلی سخته. دقیقاً درسته. بسیار هم عالی. و خب حالا به نظر شما که حالا 2 بار این آزمون رو شرکت کردین و موفق بودین بالاخره تو سال دوم، تفاوت اون کسی که قبول میشه با کسی که حالا نمیتونه قبول بشه، اون تفاوت اصلی تو نظر من؟ آقای دکتر من به جرئت میتونم بگم تفاوت اصلی توی برنامه اصولی داشتنه، برنامه ریزی منظم و مرورهای منظم. من خودم همیشه بچه‌هایی که حالا چه باهام تماس میگیرن چه پیام میدن میگم بچه‌ها من یکی از اشتباهات سال اولم که حالا با یه اختلاف کمی هم قبول نشدم این بود که من برنامه ریزی خوبی نداشتم، مرور خوبی نداشتم، یعنی در واقع اصلا مرور خاصی انجام ندادم و رفتم بود جلسه دیدم که خیلی سوالا برای من آشناست ولی من نمیتونم جوابشون بدم. چرا؟ چون از ذهنم پریده بود، مرور نداشتم. پس من تهش بخوام بگم یه برنامه ریزی خوب با یه مرور خوب خیلی میتونه بچه‌ها کمک کنه. دقیقاً. آره تفاوت اصلی هم همینه به نظر من. واقعا. و همه دیدگاه همه بچه‌هایی که حالا باشون صحبت می‌کنم واقعا همین موضوعه و می‌بینین که آدم اگر بخواد و یه خورده به خودش سختی بده مطمئنا میتونه. 100%. فرق بین اونی که قبول میشه و اونی که قبول نمیشه به نظرم تو اون میزان خواستنشونه. یه نفر واقعا یه چیزی رو بخواد مطمئنا صد خودش رو واسش میذاره و تمام توانش رو میذاره و میتونه که بهش برسه واقعا و یه چیز شدنی از نظر خودم. 100%. و شاید خیلی‌ها بگن شما حالا قبول شدین اینجا نشستین حالا از روی شکم‌سیری دارین این حرفا رو میزنین. نه خب واقعا اینطوری همین مسیر رو خب ما هممون تجربه کردیم. درسته. و اینکه حالا می‌دونین آزمون به خصوص برای اونهایی که حالا سال اول نمیتونن قبول شن حالا میان سال دوم شرکت میکنن یه خورده شرایط استرس‌ها واسهشون ایجاد میشه و استرسشون نسبت به اون کسی که سال اولش هستش یه خورده بیشتره. شما حالا واسه اینکه انگیزتون رو حفظ کنین این استرس‌ها رو مدیریت کنین چه کارهایی انجام میدین؟ من اول اینکه خب هیچ وقت جا نمیزدم، یعنی بود منم شرایط داشتم که یه درسی رو میخوندم یاد نمیگرفتم
یا اینکه تست می‌زدم میرفتم میدم بلد نیستم، ولی خب ولش نمی‌کردم. شاید اون لحظه ذره ناراحت می‌شدم ولی میگشتم تو منبع پیداش می‌کردم. حتی شده تست بیشتری می‌زدم، شده بود برنامه‌مو عوض می‌کردم، مرورهامو بیشتر می‌کردم، ولی خب پا پس نمی‌کشیدم. اون مبحث رو من یاد می‌گرفتم و می‌رفتم مبحث بعدم شروع می‌کردم. این نبود بگم خب الان سخته پس ولش کن بذار بره دیگه. نه، برای من اینطوری نبود و اینجوری انگیزه خودم رو حفظ می‌کردم. چون من دوره بعدی که دکتر میومدم تستو می‌زدم می‌دیدم که من نکتهشو یاد گرفتم. الان من فهمیدم که چه جوری باید با تست برخورد کنم و این میشد یه انگیزه برای بقیه درس‌های من و بقیه مسیر من. و اینکه خب حالا یه توصیه شاید خارج درسم من بچه‌ها داشته باشم، من ورزش می‌کردم، سعی می‌کردم با ورزش به خودم کمک کنم که حالم بهتر باشه. گاهی موزیک گوش می‌دادم، گاهی کتاب حالا غیر جدا از درس می‌خوندم و اینا خیلی به من کمک می‌کرد. دقیقاً. آره، حالا توصیه‌ام همیشه حالا تو جلسه‌های مشاوره به بچه‌ها اینه که نباید زندگی تو تعطیل کنی که بگی من دارم مثلا آزمون درس می‌خونم دیگه زندگی کردن رو باید تعطیل کنم. میگم که حالا آزمون باید جزئی از اون برنامه‌تون، جزئی از مسیر زندگی باشه، نه اینکه یه مانعی بشه در برابر زندگی کردن و حالا اون کارهایی که انجام میدین، حالا ورزشتون، تفریحتون. کسی که واقعا اینا رو میتونه یه برنامه‌ریزی درست داشته باشه و اینا رو در کنار هم دیگه هندل کنه، مطمئناً میتونه که هم اون استرسش رو هم انگیزش رو حفظ کنه تا روز آزمون و این استرس و انگیزه خیلی حالا تاثیر دارن توی قبول شدگان. کسی که حالا استرسش رو مدیریت میکنه و با انگیزه میره سر آزمون، مطمئنا میتونه که عملکرد خیلی بهتری داشته باشه تا اونی که حالا استرس خیلی زیادی داره و یکی دو سال به خودش سختی خیلی زیادی داده. و اینکه حالا از اهمیت مرور کردن گفتیم. حالا شما روش مرورتون چی بود؟ ببینید من روش مرورم حالا به دو حالت بود. برای بستگی به نوع درسش. برای یه سری درس‌ها من با تست مرور می‌کردم. یعنی الان من این دور خونده بودم ولی حالا قسمت بعد که می‌خواستم مرور بکنم و ترجیح میدم تستشو بزنم. ولی برای یه سری درس‌ها نه، من خود اون منبع مطالعاتیمو دوباره برای مرورم استفاده می‌کردم. توی حجمای کوچیک می‌شیدم تو برنامه‌ام و در کنار اون برنامه جدیدم مرورش می‌کردم. دقیقاً. حالا اینم روش مرور دکتر بود که حالا امیدوارم به کارتون بیاد و حتما استفاده کنین از این روش‌های مرور که من از همه دوستان پرسیدم این روش مرور رو، چون اهمیت مرور خیلی زیاده. و اینکه یه نکته طلایی، یه چیزی که حالا بتونه شرایط یه فردی رو عوض کنه و یه چیز خاص واسه بچه‌هایی که حالا دارن ما رو می‌بینن و میخوام که سال دیگه جای تو باشن یا دارن واسه این آزمون تلاش میکنن. من میتونم واقعا بهشون بگم اگه واقعا میخوان، یعنی دوست دارم به اون پزشکی برسن، به دانشگاه تهران برسن و خب جایگاه خودشون رو ارتقا بدن، واقعا باید تلاش بکنن. این مسیر خیلی سختی داره، قرار نیست راحت باشه. آدم وقتی چیزی خوبی میخواد به دست بیاره قطعا باید براش تلاش خیلی زیادی هم انجام بده. پس پس نکشن، ادامه بدن. اگه یه جاهای ناامید شدن دوباره بلند شن و بدونن که وقتی بهش میرسن انقدر شیرین هست که تمام این خستگی و سختی رو جبران بکنه. و اینکه حالا یه سوال خارجی از حالا بحث بپرسم که موقعی که قبول شدین حستون چی بود؟ اون لحظه‌ای که حالا دیدین که من خیلی خوشحال بودم. یعنی اصلا نمیتونم واقعا توصیفش کنم براتون. شما خودتونم تو این شرایط بودین دیگه. اینقدری که خب سختی کشیده بودیم هممون، چه تو درس خوندن، چه همزمان طرح می‌رفتیم یا حالا شرایطی مشابه این. من واقعا اون لحظه اینقدر خوشحال بودم فقط تونستم اشک بریزم، حالا به خانواده‌ام خبرشو بدم بگم قبول شدم. خدا رو شکر. و انشالله که این حس قسمت همه اون انشالله. بله انشالله واقعا دارن تلاش میکنن و امیدوارم که شما هم اگر تو این هیت هستین و دارین واسه رسیدن به این جایگاه تلاش میکنین بتونین که موفق باشین و بهترین خودتون باشین. و آخر کار حالا تشکر میکنم از شما. مرسی که دعوت ما رو قبول کردین و افتخار دادین و تشریف آوردین از تجربیات شما استفاده کنین. انشالله که مفید واقع بشه برای بچه‌ها. خیلی مفید بوده. مرسی از شما. و اینکه سخن پایانی حالا هر چیزی که داشته باشین. فقط اینکه بازم میگم بچه‌ها اگه واقعا دوست دارین بهش برسین براش تلاش کنین. اون خستگیاتون رو بذارین کنار. خستگی برای همه هست ولی اون چیزی که تفاوت ایجاد میکنه بین شما و افرادی که قبول نمیشن همین ادامه دادنه. خیلی‌ها وسط راه متوقف میشن، درس رو ول میکنن، تلاش نمیکنن، ولی اگه واقعا میخواین قبول بشین ادامهش بدین و امیدوارم که خبر قبولی تک تکتون رو بشنوم. خیلی ممنون از شما. مرسی که حالا تا اینجای کار ما رو تحمل کردین و همراه ما بودین. امیدوارم که واسهتون مفید بوده باشه. باز هم تشکر میکنم از شما
و امیدوارم که قسمت‌های بعدی ما رو هم دنبال کنین. خیلی ممنون از این که همراه ما بودین و خدا نگهدار.